یه رجز از امیرالمومنین رو نقل کنم. حتما. ببینید حکمت در اوجش در این مرد، شجاعت در اوجش، لطافت در اوجش، سخاوت، مروت، همه در اوجش. ببینید رجز کسی میخونه باید دشمن روبرو رو منکوب کنه دیگه. یه آدم شجاع دلاور باید تمام حواسش این باشه که دشمن رو نابود کنه. حالا اگه یه کسی اومد در میدان داره شمشیر میزنه ولی عباراتی رو میگه که تا قیامت نه دلها رو از بین ببره، نه دلاوران رو به خاک بماله، بلکه دلها رو زنده کنه. این چه جایگاهی داره؟ در رجزش حضرت شمشیر میزدن میفرمودن ای یوم من الموت افر یوم لا قدر ام یوم قدر یوم لا قدر لا ارهبه و من المقدور لا ینجو الحذر. من در کدام یک از این دو روزم از